دست گدایی را به دیگه کس پیش کرده. قرآن میگه ذویل قربا، اول کس که میدی مال برای کی بده؟ صاحب رشتید. چرا در اونجا چند ثواب میشه؟ دو، یکی صله رحمی، دیگه صدقه. والیتاما میده مالی خدا، والیتاما برای یتیم میده پس از ذویل قربا. در جمله قریبای رشته دارای دیج کسی هم قابل دادن پیدا نمیشه، کلش مالدار است، روزگارش خوبیش است، حالی کی را پیدا کو؟ والیتاما به کسانی که پدر نداره، سرنوشتش خراب است، در بدر است، خاک بسر است، به او طور یتیم بده، یتیم پیدا کو. هیچ کسا سرگردان نکو، کارتام نخر، خودم ده تکلیف نکو، به مردمم نعوذ بالله ریا نکو، پرتی که ده برو یتیم پیدا کو، برای یتیم بگو چی نیاز داره بچیم؟ آرد، روغن، چی چیزتان کم بود است؟ کالا نداره؟ شما بگوی. آیا کسی که دمی طور ماه مبارک رمضان در خانه یتیم بره قدم بگذاره و از یتیم پرسان کنه چی نیاز داره و او نیاز دیر آرد، روغن یا کالا را داشته باشه و رخت متر کنی، امو قسم که با بچه تا سازو کدم بالاتر رخت متر کنی او را بدوزی و ببری با بو یتیم قبل از اینکه عید میرسه به می یتیم بدی، تو چی تصور داری؟ که چه قسم ثواب الله تبارک و تعالی برات میده؟ بگو. او یتیم احساس ازیره میکنه که پدرم نیست، در صورتی که تو حیثیت پدر بری از او بگیری، در صورتی که تو امر الله تبارک و تعالی را بجا بکنی. ما خیرات را منع نمی کنیم، نه مخالف با دیگ بار کردن هستیم، نه مخالف با خیرات هستیم، ولی مسلمان گفته بودیم که مسلمان تنها خود از گناه نگاه نمیکنه، مسلمان مال خود در جای درست مصرف میکنه، علم خود در جای درست مصرف میکنه، قوت خود در جای درست مصرف میکنه. بیایی که بگردیم تلاشی کنیم که یتیم کجاست. اگر تو غم کالایش خوردی، دیگه غم آردشه و دیگه نفر غم بوره و روغنشه. حالی یتیم احساس میکنه که پدرم وفات کرده یا نکرده؟ کلا، قطعا نمیکنه احساس. ولی احساس او وقت میکنه که مادر بیچارهش چیسته، برش بگا میگه بچیم هیچ چیز نداریم، چی کنیم؟ دانشواز نمیشه به برادری خوش، به یوریش، به کاکایش باز نمیشه. از او خاطر مجبور است که بچگه که خود روان کنه، گندنه را بخره، صبحکی وقت است خود در شام مردم در دسترخوان جمع میشه، قطع عیال خود روزه افطار میکنه، یتیم بیچاره کوچه به کوچه بگرده که بولانی را بخری. چرا که به دیگه خواهرکا و برادرکای خود یک چیزی نان کمایی کنه. ای مسلمان، به الله قسم، دستورات الله دستورات است. هدایات قرآن هدایات است. اگر ما توی طور موقع را از دست میدیم و میریم برای نمایش کارت نوشته میکنی، به کسی روان میکنی، تو را به الله قسمی قبول میشه؟ آلی اردویش تو مقایسه کو، تو را الله عقل داده، خود مقایسه کو که کارت میخری به نام کارت مردم طلب میکنی، به نام خیرات و ختم، یا در خانه یتیم قدم میگذاری، کدامش؟ الله متعال خود میگه که میده در یتیم میده، خود تو میگی نه. ای جنابی عالم و ملاصب، تو را به الله قسمی آیت گاهی به مقتدی تلاوت کردی، تشریح کردی؟ یا تو خوش هستی که کارت با ما برسه، خب با ما 500 و 1000 نخت است ختم؟ کدامشه؟ ای ملا صاحب، تو را به الله قسم یتیم از دروازه مسجد پس روان نکردی؟ به خاطری که پنجشنبهگی ناورده بود بیچارگک، درس برش نگفتی. تو عالم هستی، در روز قیامت به الله چی جواب میدیم؟ والمساکین، بعد از او به مسکینا بده، کسایی که ضرورت داره، چیز نداره، کار روزگار نداره، بیچاره نشسته، حیایشان میاد که بره در مسجد آواز بده، لیکن در خانه نانی خشکام پیدا نمیشه، روزه است. و ابن السبیل،
بعد از او خرج میکنه مال خود در راه الله. ده کسی که بچه راست مسافر است، هیچ کس کوی نداره، عزتمند آدم است، جیبش کی صبور زده، بیچاره است کسی کلینر بیابش میکنه. ده این طور کس تو پیدا بکو میایه یک دفعه گریانم میکنه، ده پیش روی مردم میگه که مردم بالله قسم تالی را سوالم نکردم و ما شخصی سوالم نیستم، لیکن سیاسر قطمه به خاطر تداوی آوردیم، کرایی را نداریم که در قریه ببریم. به نام الله اگر چیزی مرا بده که ده کرای را شود. روز مرا در مساجد همچی مردم داریم یا نداریم؟ و سایرین به او کسایی میده که وا سوال کننده است از جهت ناچاری، ناچار هستن سوال میکنه. عالمیه نام الله رم برد میگیره که به لحاظ نام الله یک چیزی برم بده، داده برش. ما مکالمه را در رادیوها بگوی قطعی مردمی نعوذ بالله چیسته نادرست کرده رایستیم، پولی خود مصرف در موبایل میکنیم، قطعی از مکالمات ادامه میدیم. این مردمی هسته که آمده به نام الله از تو طلب داره و الله میگه که صاحب بر کسی است که اینی کارا را انجام میده، لاف کسی بزنه که اینی طور عمل داشته باشه، هر کس نمیگه. و فی الرقاب ده خلاص کردن گردنا او غلامای بیچاره‌ای که بادارایشان برشان گفته که بری اینی قدر پول بیاری باز شما آزاد هستی. او غلامی که در زیر شکنجه بادار قرار داره، در زبان پیغمبر علیه السلام غلاما ایمان آورده بود و هر روز شکنجه داده میشد. در او زمان آزاد کردن غلام قدرش برای ما معلوم میشد که غلام چقدر قدر داشت که آزاد شود. لیکن امروز او غلاما وجود نداره، دیگه قسم غلاما وجود داره که او را ما آزاد کنیم. کدام غلام آزاد کنیم؟ امی یتیمی بیچاره ای که توانایی نداره که حالی برد در مکتب درس بخوانه، به خاطر از اینکه نان و نفقه بیادرکه و خورکه ریزم سری عزیسته، بیچارگک حالی چی شده؟ یتیم شاگرد هتلی و مستری شده. الله تبارک و تعالی آدم شاگرد مستری و هتلی نکنه، آخر عمرش خو بالکل تبا بسته، در فساد اخلاقی گیر استه. خود دیگه چقدر زیر شکنجه می باشه، پدر نالت گفته صدا برش میکنه یا نمیکنه؟ میتونیم امی گردن آزاد کنیم، از دستش بگیریم او ببریم در مکتب خصوصی، چند فیس میگیری، داخله چند است و ماگکی، او برات بیان کنه، برش بگویی ای داخلش و ای از اینی قدر ما چی است درس خانیش، او دست شفقت در سر یتیم بکش، برش بگو جانی کاکایش یا چی بیا در زداگه کم، امینجا درس بخوان. اکثر در دیهاتا جنایت از طرف کی صورت میگیره؟ یتیما. مردم عوام میگه سرسبیل است، از این گله نیست، خود سرسبیل است، کس نداره، نه مکتب خوانده، نه کسی توصیه نیک برش کرده، در بدر خاک بسر است. از امی فساد پیدا میشه. خو نکو جامعه تا سالم نگاه بکو و ای را هم تربیه بکو، ببرشه گردن آزاد کو، گردن آزاد کو، آدم آزاد کو. آدم دینمی جهالت در قید جهالت بند مانده بود، تو آزاد کشه. قرآن اینمی دستورات داره بیادرایم. تنها این جنه در هر جای قرآن که انفاق آمده این مسئله قطعش است. ذوی القربا است، مساکین است، ایتام است، فی سبیل الله است و ابن السبیل است. اینی مردم است. در یک جای نه ملک است نه خان، نه حاجی صاحب است نه مولوی صاحب. در یک جای قرآن پیدا نمیتونی، در حدیث پیدا نمیتونی. آلی امیر عالمی ما چی مسئولیت داره که مردم خدا بفهمانه که پول در کجا مصرف کنه و چه قسم مصرف کنه. و فر رقابه، او خواهری که سالا در خانه بند باقی مانده بود، حتی الله اکبرش جور نبود، الله اکبر میگفت بیا امیر آزاد کو، پولی تا مصرف کو، موتر بگی که امی خواهر بیاد ترجمه قرآن کریم، عقیدهش صحیح شو آزاد کردیش، یقینا گردن آزاد کردی. این بند بود بیچاره، هیچ دین نمیفهمید، بیاد ایجا مصرف کو.
و اقام الصلاة قایم میکنه نماز درست برابر میکنه. نماز برابری درستیش به این میشه که به نقشه پیغمبر برابر باشه، به مو سیستم که پیغمبر خوانده تو بخوانی. با سیستم پیغمبر نماز خواندن موقوف به ایسته که نماز پیغمبر ده حدیث بخوانیم، ده حدیث بر ما بیان شود که ما بدانیم که پیغمبر چه قسم نماز خوانده. اگر حدیث نخوانیم از کجا بفهمیم که نماز قایم کنیم؟ ها؟ نمیشه. قرآن از ما مطالبه داره و اقام الصلاة، نماز برابر میکنه، رعایت تمامی مسائلش میکنه، خشوع خضوع سنن مستحبات همه گپایش رعایت میکنه. یعنی رابطه خدا با الله تبارک و تعالی قایم میکنه. یقینا که نماز روحی آدم تقویت میده، تهذیب در نفس انسان پیدا میکنه، تکبر دور میکنه. هر نوع پریشانی استراب که به انسان آمده وقتی نماز میخوانی، تکیه‌گاهی تو پیدا میشه، عاجزی در تو پیدا میشه، الله اجابت میکنه دعایت. و آت الزکات، میدهد زکات، فریضه که از جانب الله تبارک و تعالی برش داده شده، امور چی انجام میده. اینجا مراد از زکات و آت المال علی حبی، اونجا عام صدقات بود و اینجا صدقه فرضی یعنی زکات هم میده. رابطه خدا به مخلوق الله تبارک و تعالی قایم میکنه. این بخش عمل بود. در بخش عمل هم اگری کار کرده باشه. بیای دیگه اونجا و آت المال علی حبی بود. ای یهود چرا میگه شما برنامه عملیتان قطعا نادرست است؟ اینجا الله میگه که مال با محبت مال میده، شما قطعی مال محبت میده، آنقدر نعوذ بالله بخیل هستی که میگه ای ان الله فقیر و نحن اغنیا. همینطور گفتن یا نه؟ الله میگه فقیر است ما غنی هستیم. همینطور گفته. باز مال ذوی القربا، یتاما، مساکین، ابن السبیل، سائلین و فی الرقاب باید بده، لیکن وا گرفتن مالا را فقط را جور کردن برای خود. برای خود چطور جور کردن؟ لیستی درازه جور کردن. ملا صاحب گفتی سرسایه مقی ملاست، مرده که شده بسترا را مردم میکشه، این بستر از مرده است، لکس بستره. ملا صاحب میگه این حقیقی است؟ ملا صاحب است. 40 بستر در خانهش جمع شده. آلی خانه ملا خو خیلی کم می باشه، اجرگه که چیست؟ خرد می باشه. بازی بستر را در خانه کی روان میکنه؟ سرمایه دار حاجی صاحب. حاجی صاحب هم الله برش داده میمانای خود سرش حضور کرده رویست. اما تو راست یا نیست؟ 40 روز نانی مکلف هم ملا صاحب میگه برای ما بیار، در موردت خیلی ثواب میرسه. یهود علمایش همینطور بود، کلی گپا را به خود منحصر کرده بود. خب قرآن میگه اینطور باید نباشه، برنامه عملیت کامل باشه. او اختلاف بزن که بار کیسته، صاحب کمال نیکی کیسته. آلی مسئله احسان اخلاق آمد. والموفون بعهدهم، وفا کننده به عهدهای خود، پیمانایی که بسته کرده به امرای الله، به امرای انسان ها، به امرای خود. قطع نفس خود که کدام پیمان کرده، عقیده ایمان آورده. قطع الله که کدام پیمان کرده، هر کس که مؤمن شد پیمان به الله میکنه که نمازهای 5 وقتی تا میخوانم، در هر سال ماه رمضان روزه میگیرم، اگر صاحب نصاب شدم زکات میدم، اگر مالم اضافه کرد رفته میتونستم در حج میرم، اگر فقیر مسکین همسایه ما غریب پیدا شد قطعا توانمندی بود حتما برش میدم. این پیمان است با الله تبارک و تعالی. پیمان با مخلوقات الله تبارک و تعالی، معاملاتی که میکنی، بیع، خرید، فروش، اجاره، کلش صحیح به طریق درست است. هیچ نوع دلغوشی و فریب کاری دو نیست. این کلش پیمان است. اذا عهدوا، در آن وقتی که یا وعده میکنه، و صابرین فی الباساء، و دیگه صاحبان کمال نیکی کسانی هستند که صبر کنند است فی الباساء، در حالت فقیری ناداری که چیزی وجود نداره، و ضراء، در وقتی که مریض است انسان تکلیف داره، و حین الباس، خصوصا در وقت کارزار و جنگ. در هر حالت از صبر کار میگیره. خصوصی حالت صبر، یکی حالت فقیری را، ناداری را، و یکی حالت مریضی را. دیگه هم در مقابل دشمن در کارزار و جنگ تو از صبر و استقامت کار میگیری. اینمی مردم لاف کمال نیکی را بزنه، ام در اخلاق و ام در عمل، ام در عقیده. الله نصیب ما بکنه. اولئک الذین صدقوا، مردم هستند صدقوا که راست گفتند و راست زندگی کردن، در عقیده راست، در عمل راست، در چی؟ اخلاقم راست، کلش راستی بوده.
دعوای ایمان و نیکی را اینمی طور مردمای راستین میتانه، نه مردمایی که در زبان یکی در دل دیگه چیز باشه. و اولئک هم المتقون، اینمی مردما متقون است، یعنی در درجه تقوا رسیده و شعار تقوا را به خود کرده. تقوا یعنی یا صفاتی را پیدا کرده که حالی هیچ وقت خلاف نمیکنه، خلاف قدم نمیمانه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، کتب علیکم القصاص، مقرر کرده شده، فرض کرده شده، یعنی اجرای عملی ازی علیکم بالای شما، القصاص، قانون قصاص برابری را میگه، یا پشت سر یک امر کار دیگری را کردن. فی القتل، در کسانی که کشته شده، الحر بالحر، آدمی آزاد در مقابل آزاد، والعبد بالعبد، غلام در مقابل غلام، والانثى بالانثى، زن در مقابل زن. فمن عفی، کسی که برش عفو کرده شود، له برای ای کس، من اخی از طرف برادرش، شیء یک چیزی، یعنی قصاص از پیشش نگیره، فاتباع بالمعروف، تابعداری کردن است همی کسایی که عفو کرده به طریقی که مشروع است، و ادا کردن دیت صله به سوی ورثه مقتول از طرف قاتل، به احسان، به بسیار طریقی نیک. ذالک، ای روا کردن، ای حکم، تخفیف من ربکم، سبکی آوردن است، آسانی آوردن است از جانب پروردگار شما بالای شما، و رحمت، سبب وسعتی چیست؟ وسعت مهربانی الله است. فمن اعتدى بعد ذلك، کسی که تجاوز میکنه پس ازی، فله عذاب علیم، برای ای عذابی دردناک است. حالت چطور بود در او زمان؟ کسی که نعوذ بالله قتل صورت میگرفت، اگر از یک خاندان خیلی ناچیزان می بود، میگفتن ما از خاندان بزرگ نفری بزرگ قتل میکنیم، اگر از ما غلام کشته میشه از شما آدم اصیل میگیریم، اگر از ما زن کشته میشه از شما مرد میکشیم. الله تبارک و تعالی این نظریه ها را رد کرد و گفت که نه، ترک شده نمیتونه، خون کلگی یکسان است، از خاطر غلام در مقابل غلام، آزاد در مقابل آزاد، چیست؟ زن در مقابل زن، مرد در مقابل مرد کشته شود. قصاص امیر میگه. پس اون نظام طبقاتی که از تو آدم عادی کشته شده، تو میگیری از او قوم آدم بزرگیش بکشی، این قطعا درست نیست، این قانون غلط است. اصلی آیت منظورش نمیست، یعنی در اینجا مساوات است. اگر قاتل هر کس است، همون قاتل کشته شود، اگر آزاد است، اگر غلام است، اگر زن است، اگر مرد است، هر چی که است. اینطور است که قاتل چی باشه؟ غلام باشه، تو میری نه او را نمیکشی، میگی نه آزادم و میکشم، غلام چی کنم؟ حالی باقی من که در این موضوع علما اختلاف داره یا نداره که آیا مثلا چیست در مقابل غلام آزاد کشته شوه یا نشوه. در این صورت علما اختلاف داره، مثلا در مقابل کافر مسلمان کشته شوه یا نه. یک تعداد علما نظر به سوره مائده آیتش که در اونجا عام است، النفس بالنفس گفته، نفس در مقابل نفس است. خدا کنه که نفس کافر باشه مسلمان، زن باشه مرد، غلام باشه آزاد، بس دیگه. اگر قاتل غلام بود بعد در مقابل چیست؟ اگر قاتل حر بود غلام کشته بود بعد کشته شود، اگر قاتل مسلمان بود کافر کشته بود بعد قصاص شود، اگر قاتل مرد بود زن کشته بود بعد قصاص شود. از دو خاطر یک تعداد علمای نمی عمومی آیت هم دلیل میگیره و میگه که نمی قسم بس دیگه مساوات است، قاتل که هر کس از کشته شود. اما بعضی علما تفکیک میکنه بنابر احادیث، مثلا قاتل مسلمان از کافر کشته، در مقابل کافر بعد قصاص. مولا خسته غلام خود کشته، در مقابل از او بعد چی نشوه؟ قصاص نشوه. این قسم مرد زن کشته، در مقابل زن میگه مرد کشته نشوه. البته این نظریات متفاوت در بین علما است که یک تعداد قائل است که این تفاوت وجود نداره و یک تعداد علما میگه که نه تفاوت وجود داره. در اینجا منظوری است که کدام در زمان جاهلیت که در مقابل یک قتل میکرد، در مقابل غلام آزاد میکشت، یا در مقابل چیست؟ بگه آدمی که از طبقه پایین می بود از طبقه بالا نفر میکشت، الله تبارک و تعالی سر از رد میکنه، میگه نه، برنامه اجرا کردن برنامه قصاص این بالکل بینمی قانون صورت بگیره که حر در مقابل حل، یعنی آزاد در مقابل آزاد، غلام در مقابل غلام و زن در مقابل زن باشه. تو نشوه که زن اصل چیست کشته شده زن است او تو میگیری اونجا میری
میگی که نه من مرد میکشم، این کار کردن نمیتونی. فمن عفی له من اخیه شیء. در زمان یهود و نصارا سر یهود همیشه قصاص بود، هیچ عفو کردن گپا وجود نداشت. نصارا عفو کردن سرشان فرض بود، قصاص وجود نداشت. اسلام دینی درمیانه است، هم قصاص داره و هم عفو داره. چرا؟ دایی چی کمال است که هم عفو باشه و هم چیست قصاص موجود باشه؟ به خاطری که بعضی اوقات قاتل کسی می باشه که از بین بردن از او سبب بدبختی دیگه چیست ورثه مقتول دیگه میشه. ما در یک معامله قتل رفتیم، چیست خسربره خیسته بود، داماد به قتل رسانده بود. حالی اگر امی خسربره قصاص میشد، امی خوارزاده اولاد خودشان به سر نوشت و به سر پرست میمان و اولادی که خوارزادهش بود و هم چی میشد؟ به سر پرست باقی میمان. الله تبارک و تعالی عفو را اینجا مقرر کرده، قصاص نشد. یکی از جمله اینمی کسایی که حق قصاص داشت او بخشید امو چی را؟ ایسه خدا. قاعده است که هرگاه قصاص بخشیده شد از طرف کل یا بعضی، آلی واجب چی میشه؟ دیت میشه، که دیت سری آدم میشه که با ورثه مقتول بده. آلی ما اون نفر قصاص نکردیم به خاطر ازی که امی کل سرنوشت اطفال و خردا در دوش ازی باقی مانده بود و این آدم سخت پشیمان بود. ای که در او حالت غضب شیطان حرکت کرده بود و او آدم از بین برده بود، حال پشیمان بود. خدا اسلام الحمدلله که اردو را وجود داره. البته قصاص در صورت میشه که عفو سبب بدبختی دیگه از او آدم میشه که او دیگه نعوذ بالله جرأت پیدا میکنه، در اون صورت باز عفو نشوه، قصاص شوه. اما در صورتی که او مردکه پشیمان باشه باز عفو شوه، دیت گرفته شوه. البته اگر بیخی عفو شوه این خیلی عمل بهتر است که قرآن در اینجا برای ما بیان میکنه. فمن عفی له، کسی که عفو کرده شد برایش من اخی از طرف برادرش، یعنی کسایی که مستحقین قتل و قصاص ازی آدم است، از او جمله وارثا یک نفرشان چی شد؟ فمن عفی له، کسی که عفو کرده شد برایش من اخی از طرف برادرش، شیء یک چیز، فاتباع بالمعروف، تابعداری کردن به نیکی است، و اداء الیه به احسان، ادا کردن است به سوی نمو ورثه مقتول به احسان. نه در اتباع در مورد ورثه مقتول میشه. ورثه مقتول چون قصاص معاف کرده، آلی دیگه از امی گپ خود پیروی کنه، اتباع بکنه، اینطور نشوه که آلی چیسته گپ دیگه قسم دیگرگون شوه. نه، امو گپ محکم بگیره، بگویه که بالکل ما معاف کردیم. خو این طرف کسی که قاتل است آلی نگویه که آلی معاف شدم دیگه هر کار میکنم. نه، باید بعضی چی بکنه؟ لحاظا را بکنه. قاتل باید به بسیار وجه درست امو دیت بپردازه، تالمتال نکنه، بانه نکنه، هر قدر که داره میالی نخ بپردازه، که نداره آینده قرض بده، به خاطر که مردم احسان بزرگ کرده که از قصاص چی کرده؟ معاف کرده. پس اینجا از دو جانب الله تبارک و تعالی مطالبه عمل داره. از طرف ورثه مقتول امی گپی خود عملی کردن بدون کدام فریبکاری که در آینده جنجال جور نکنه. دوم است که کسایی که برش عفو شده که قاتل است، یا باید شکر الله را بکشه و بدانه که چی است، که این ورثه مقتول چقدر احسان بزرگ امرای ما کرده. در دین اسلام هر دو امر گنجایش پیدا کرد به خاطر که مصلحت دی وابسته بود. ذالک قانون دیت و عفو کردن، تخفیف و آسانی آوردن است من ربکم، در جزاهای شما از جانب پروردگارتان، و رحمت مایه رحمت و مهربانی و شادمانی است، و اداء الیه به احسان، ادا کردن سپردن است الیه به سوی احسان. فمن اعتدی، کسی که تجاوز میکنه بعد ذالک، پس ازی که عفو کرده و بازم موقعی که برات میسر شد قاتل قتل میکنی، فله عذاب علیم، برای آدم عذاب دردناک است. چرا؟ فریبکاری کردی، یک دفعه کردی قتل، دیت گرفتی و بعد از او که موقع دستت بالا شد دیگه بعد از او قاتل چی کردی؟ از بین بردی. اینجا تو عذاب علیم برات است. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، برای شما در قصاص زندگی جدید است یا یک نوع زندگی است که او را شما درک کرده زود نمیتونه. یا اولی الالباب، صاحبان عقل، لعلکم تتقون، بخاطری که شما از چی تقوادار شوی، یعنی خود نگاه کنی از مخالفت قانون الله و از قتل ناحق.
در اینجا الله در قصاص میگه که زندگی برای شماست به صاحبان عقل. چرا زندگی است؟ زندگی برای قاتل است. قاتل که میفهمه که من قصاص میشم هیچگاه اقدام به قتل نمیکنه. دیگه مردم که میفهمه که قانون است هر کس قتل میکنه قصاص میشه، مردم دیگه هم کلا را چی نمیکنه، چی دست به قتل نمیزنه که او قتل بکنه. چرا؟ میفهمه که والا من قصاص میشم. مردم دیگه هم همین قانون ندیده میفهمه که مردکه به این عمل خود دینمی سرنوشت رسیده، بعد به این سرنوشت گپ نرسه. در اینجا پس او سوالی که مردم میکنه که قصاص خوب نیست، اسلام در 5 چیز خیلی زیاد اهمیت داده و در زندگی انسان 5 چیز خیلی اهمیت داره. یکی نفس انسان، یکی مال انسان، آبروی انسان، عقل انسان، دین انسان. از همون خاطر است زندگی محورش همی 5 چیز است. الله تبارک و تعالی برای این جرم جزاهای متنوع را خود تعیین کرده، به کسی واگذار نکرده. اگر کسی نفس قتل میکنه مقابلش چی است؟ قصاص است. اگر کسی مالی کسی را از دزدی میکنه مقابلش چی است؟ قطع دست است، دست قطع میکنه. اگر کسی دین توهین میکنه، تحقیر میکنه، مرتد میشه، اون کشته میشه. اگر کسی عقل خدا غلط استعمال میکنه، چیزای شراب میخوره، اون چیست؟ دورت زده میشه. اگر کسی آبروی کسی را میریزانه، یعنی او را تهمت میکنه، حد قذف میشه، دین خود تغییر میده، الله تبارک و تعالی بر ازون مرتب قتل کردنش جزا مقرر کرده. یعنی 5 اصول یا بنیادی زندگی است و الله در مقابل هر کدامش جزا را مشخص کرده، به کسی دیگری حواله نکرده. او دایی حکمت بزرگ است. چرا؟ قصاص وقتی که در یک موقع مردم ببینه که چه حالت است، گاهی هم در محل و موقع و چیست دیگه قتل و قتال نمیبینیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.